این شما و اینم کشور مونتنگرو، کوچکترین کشور در اروپا با جمعیت 1 میلیون نفر. در این ویدیو به سراغ حقایق جالب درباره مونتنگرو رفتیم، پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. دریاچه اشکودرا بزرگترین دریاچه جنوب اروپا است که بخش بزرگی از آن در مونتنگرو قرار دارد و بخش دیگر هم در آلبانی واقع شده است. مونتنگرو با ایالت کنتیکت آمریکا از نظر مساحت قابل مقایسه بوده و مساحت این ایالت تقریباً برابر با مونتنگرو است. مونتنگرو کشوری کوچک با جمعیتی کمتر از 1 میلیون نفر است، ولی با این حال از اقتصادی شکوفا برخوردار است. مونتنگرو 117 ساحل در امتدای دریای آدریاتیک دارد. مونتنگرو یکی از زیباترین مقاصد گردشگری اروپا است که در طول تاریخ بارها به آن اشاره شده است. لورد بایرون، شاعر بزرگ انگلیسی، این کشور کوچک را اینگونه توصیف کرده است: زیباترین مواج دریا با ساحل را در مونتنگرو دیدم. بدون شک زیبایی این کشور به اندازه‌ای چشمگیر است که از دید هنرمندان هم دور نمانده است. پودگوریتسا پایتخت کشور مونتنگرو و بزرگترین شهر این کشور است. مساحت این شهر برابر با 55.6 کیلومتر مربع است و بسیاری از مراکز اقتصادی، سیاسی، اداری، فرهنگی و آموزشی مونتنگرو در پودگوریتسا قرار دارد. در مرکز پرچم مونتنگرو یک شیر طلایی دیده می شود. این نماد در طول سلطنت پادشاه نیکولا در بین سالهای 1910 و 1918 استفاده میشد و امروز به نماد ملی مونتنگرو تبدیل شده است. رودخانه تارا یکی از معروف ترین رودخانه های مونتنگرو است که آب بسیار زلال و شفافی دارد. طول رودخانه تارا 144 کیلومتر است که 110 کیلومتر آن در مونتنگرو قرار دارد و 34 کیلومتر انتهایی در بوسنی و هرزگوین واقع شده است. بیش از 60% از مساحت کشور در ارتفاع بالاتر از 1000 متر از سطح دریا قرار دارد. بلندترین قله مونتنگرو با نام بوبوتوکوک در رشته کوه دورمیتور 2522 متر ارتفاع دارد. حدودی 45% از جمعیت مونتنگرو بومی منطقه هستند و 55% باقی مانده را آلبانی ها، بوسنی ها، مسلمانان و کروات ها تشکیل میدند. گردشگری، ساخت فولاد و آلومینیوم و تولید و پرورش گیاهان خوراکی از جمله صنعت‌های پررونق مونتنگرو است. از دیگر هنرها و صنعت‌های پررونق این کشور میتوان به بافت فرش، نجاری، ساخت جواهرات و سرامیک اشاره کرد. شورای جهانی گردشگری به تازگی مونتنگرو را به عنوان اولین کشور با صنعت استراتژیک معرفی کرده است. پیش بینی شده در سالهای آینده نیمی از درآمد مونتنگرو از صنعت گردشگری تامین می شود و در 10 سال آینده نرخ گردشگری 8.8% رشد خواهد کرد. کرونا استیجنا در روستای پتروویسی یکی از قدیمی ترین آثار تاریخی مونتنگرو است. صومعه اوسترانگ یکی از قدیمی ترین بناهای مذهبی مونتنگرو در بالای دره بژلوپاولیک است که در قرن 17 توسط سنت باسیل ساخته شده است. روز 13 ژوئیه به عنوان روز ملی مونتنگرو شناخته می شود که این روز جشن بزرگی در کشور برپا می شود. زمستان‌های مونتنگرو بسیار سخت و طاقت فرسا است و آمار بازدید گردشگران در این ماه‌های سرد سال به شدت کاهش پیدا می‌کند. فیلم کازینو رویال 21مین فیلم از سری‌های جیمز باند در مونتنگرو فیلم برداری شده است و پس از انتشار فیلم مونتنگرو مورد توجه گردشگران قرار گرفت. مونتنگرو اولین کشور دارای چاپخانه ملی بود. مونتنگرو در تاریخ 26 ژوئن سال 2006 به عنوان 192مین عضو سازمان ملل متحد معرفی شد. حدود 47% از جمعیت مونتنگرو را سنین بین 25 تا 54 سال تشکیل میدن. بیش از 64% از جمعیت مونتنگرو را شهرنشینان تشکیل میدن. بیش از 1 میلیون مشترک تلفن همراه و 160,000 مشترک تلفن ثابت در مونتنگرو وجود دارد. با وجود مساحت کوچک، مونتنگرو 5 فرودگاه دارد. بیش از 60% جمعیت مونتنگرو از اینترنت استفاده میکنند. مرسی که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید و از من حمایت کنید.